دیوانه زنش طلاق کند طلاق می شود یا نه؟ دیوانه الله اعلم طلاقش واقع نمیشد، برای آنکه دیوانه نمیداند چیزی که میگوید. حتی الله تعالی برای نماز برداشته است، نماز برای وی فرض نیست، برای آنکه وی چیزی که میگوید نمیداند. و از شریعت ما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی قلم را برداشت از آدم دیوانه تا آن زمانی که عقلش به جایش بیاید. گفت آدم دیوانه اون عقل نداره، او نمیداند کدام کار درست است نادرست است، بنابراین طلاق دیوانه حساب نیست. حتی گپای خطا گپای کفرش هم حساب نیست، جزا داده نمیشد. و از این از دیوانه اون طرف حال عرقخور اگر گیرید در نزد جمهور علما طلاق عرقخور واقع نمیشد. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طلاق عرقخور واقع میشد، لیکن در نزد دیگر مذهب ها طلاق عرقخور واقع نمیشد، برای آنکه عرقخور الله تعالی گفت که عرق نخورید، برای آنکه تا اینکه شما دانید آن چیزی که میگویید. در ابتدای امر اول نماز عرق را به تدریجا حرام کرد. یک بار شریعت آمده عرق حرام نگفت، و نماز جماعت خورده نبید گفت، تا اینکه دانید آن چیزی که میگویید. این دلالت می‌دهد که آدم عرقخور چیزی که میگوید نمیداند. و حضرت حمزه در حالت مستیشان شتوری حضرت فاطمه را پاره پاره کردند. حالا عرق حرام نبود، حضرت حمزه عرق می نوشیدن. عرق نوشیدنش حالا حرام شدگی نبود. این شریعت اسلام در مدت 23 سال نازل شد برادر عزیز. یک بار همین روز همه چیز قرآنی کامل نآمد که عرق حرام باشد و مثلا همه احکام شریعت فرض و واجب و مستحب همش در یک روز آمده باشد. نه، حضرت حمزه مست بودن، یک کنیزه کشان در حقشان شعرها گفته شجاعت حضرت حمزه را رضی الله عنه را تعریف کرد. بعد حضرت حمزه شمشیر را گرفتند و حضرت علی پسری ابو طالب است، پسری برادری حمزه. حضرت علی به مهر فاطمه دختری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شتر آورد. شتر را گرفت و شتر زنده را پاره پاره کرد با شمشیر در جای زنده ایستادگیش. بعد خبر وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت، حضرت فاطمه شکایت کردند که عمکتان شتری مرا مهری مرا پاره پاره کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن که چی گپ است. وقتی که وارد شدم حضرت حمزه دید که به سری حمزه پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردین، گفت که ما انتم الا عبید لآبائی، شما که هیچ کسی نیستید مگر بندگان پدری من هستید. این گپ نسبتی پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر است. گپی کفر گفت حضرت حمزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که مست است، گپ نزدند و برآمده رفتند. دیگر این مسئله در حالت هوشیاریش هم نبرداشتند. حضرت حمزه را به این سخنش، این سخن حکمش قتل است. کسی که نسبتی پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سخن میگفت حکمش قتل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم عقل تنبیه ندادند، عقل حمزه را جنگ نکردند، برای اینکه عرقخور چیزی میگفتگیش نمیداند. این معنی اینا ندارد که ما طرفدار عرقخور هستیم. عرق حرام است، عرق الله تعالی لعنت کردگی است برادرها، لیکن عرقخور چیزی که میگوید نمیداند. برای همین جمهور علما گفتن طلاقش واقع نمیشد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن طلاقش واقع میشد. برای چه حضرت گفته وقتی که گفتن برای آنکه همچون جزا به عرقخوریش گفتن. بعد دیگر عالمان گفتن که آخر برای جزاش الله تعالی 40 دره زدن رو واجب کرده است کو، یعنی که برای عرقخور الله تعالی حد الهیده استتیه است. برای نوشیدن عرق از جانب شریعت استتیه است. با چی این اضافگی یعنی هم طلاقش را واقع میکنیم؟ بعضی علما اعتراض بیان کردن. خلاصه دیوانه طلاقش واقع نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم که قلم از دیوانه برداشته شد، از قرآن دلیل بیار گفتیان. در 40 جای قرآن الله تعالی ما را حواله به سنت کرده است. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر گفت آن را گیرید. قرآن مجمل است. قرآن الله تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ای پیغمبر ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم تا اینکه تو برای مردم بیان کنی. در قرآن نآمد از 5 وقت نماز یا نمازی بامداد 2 رکعت فرض و 2 رکعت سنت، یا پیشین 4 رکعت فرض و عصر 4 رکعت فرض و شام 3 رکعت فرض. نآمد از در قرآن. قرآن حواله به حدیث کرده است. بنابراین در حدیث
پیامبر صلی الله علیه و سلم این قلم، یعنی قلمی که گناه و ثواب را می نویسد، برداشته شده است از آدم دیوانه تا اون زمانی که هوشیار شود و از کودک تا اون زمانی که به بلاغت رسد. و از سیمش کی بود؟ خلاصه سیمش فراموش کردم، معروف است. خب خلاصه کلام این است که طلاق شخصی دیوانه نمی فراید همراه عائلش زندگی کردن گیرد.